حدود 3 ماه پیش بود شما دستور فرمودید که علاقمندید منو به حضور بپذیرید برای چند روز و با من در میون گذاشتید در ارتباط با بنیاد خیریه شهبانو فرح پهلوی. من عرض کردم هر کاری بتونم حتما انجام خواهم داد. علاقمندم که خودتون توضیح بفرمایید در ارتباط با فعالیت هایی که در این ارتباط بنا صورت بگیره. این بنیاد فرهنگیه. تمام این سالات اینقدر کتاب هم برای من فرستادن، هم خودم خریداری کردم و یه مقدار زیادی تابلوی نقاشی. بعد فکر کردم یه بنیادی درست کنم در خارج از ایران که در خارجم ببینن فرهنگ ما چی بوده، تاریخ ما چی بوده، که به کمک یکی از همیهنان در پرتغال قرار این بشه. من به خاطر میارم 3 ماه پیش که منو به حضور پذیرفتید فرمودید که میل دارید من اجرای برنامه بکنم در ارتباط با افتتاحیه بنیاد فرهنگی شهبانو فرح پهلوی و من این پیشنهاد رو دادم در مایکروسافت تئاتر لس آنجلس برگزار بکنیم با توجه به اینکه تعداد ایرانی ها در لس آنجلس خیلی زیاده. بنابراین ما 9 دسامبر ایرانی ها این شانس رو خواهند داشت که بسیاریشون برای اولین بار شما رو از نزدیک ببینن.